سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم هر جایی هستید شب و روز خوبی رو سپری کنید. ایمان خلج هستم با آموزش نورپردازی معماری فصل 5 در خدمتتونم. خب تو این قسمت میخوایم با هم یک فضای رستوران رو نورپردازی کنیم. من یک چرخ کوچیک تو این صحنه براتون بزنم ببینید صحنه رو. سقف رو هایت کنم. خب یک صحنه رو من مدل سازی کردم براتون، خیلی ساده. محیط رستوران که خب چیز خاصی نداره، دقت کنید یک محیط مستطیلیه. سرویس ها اینجان که من چون از سرویس ها نمیخواستم رندر بگیرم، داخلشون چیز خاصی نداره. اینجا میزها چیده شده، اینجا میزهای نوع دیگه از میزها و اینجا هم که کانتر و میز باره. خب میبینید سبک معماریش های تکه. یه جوری سعی شده که اون سازه ها و اون اتفاقات سازه‌ای و مکانیکی همه اکسپوز باشه، دیده بشه و به فضامون کمک کنه. خب برای نورپردازی این کار من اولی توضیحی بدم در مورد اون چه تا الان یاد گرفتیم و قراره توی این فصل یاد بگیریم. اون چه تا الان یاد گرفتیم سعی کردیم به روش صاف لایت از فصل اول نورپردازی بدون نورهای محیطی رو داشته باشیم، یعنی فقط تو فصل اول نورپردازی فقط با نور محیطی رو داشتیم، یعنی فقط محیط اون فضای معماری ما با نوری که از بیرون تولید میشه و انوایرمنت ما هست نورپردازی شده. تو فصل سوم چون میخوام در مورد محیط داخلی براتون توضیح بدم، خارجی ها شرایطش متفاوته. تو فصل سوم نورپردازی محیطی رو داشتیم به اضافه نور سان که حالا سان میتونه تو موقعیت‌های متفاوتی باشه، و تو این فصل نورپردازی محیطی رو داریم به اتفاق نورهای مصنوعی که حسن ختامی باشه بر این روش نورپردازی و بتونیم یاد بگیریم که چطوری نورهای مصنوعی رو توی این نورپردازی وارد کنیم. البته ما در ادامه نورپردازی شب رو داریم که خب نورپردازی شب دیگه این نورهایی که ما اگه دقت کنید یادتون باشه پشت پنجره میذاشتیم اسکای پورتال و یه کپی ازش میگرفتیم و شدتش زیاد میکردیم و دیگه نداریم اونجا متفاوته شرایط. خب شروع میکنیم. مثل همیشه خب نیاز داریم که اسکای پورتال بذاریم و نیاز داریم که دام بذاریم. خب من دامو میذارم. فرقی که این فصل با فصل اول داره و فصل سوم که ما توی این فصل میخوایم از HDRI برای نور محیطیمون هم استفاده کنیم. خب من میام تو بخش نورهام، نور ویره، یک ویره لایت میکشم. یک مقدار این فایل سنگینه، میذارمش رو حالت دام. خب میام توی مادیفایر، میام از اینجا یک ویر HDRI انتخاب میکنم. البته من HDRI که استفاده کردم رو دارم، میتونم همون رو اینستنس کنم، میتونم انتخاب کنم. من HDRI که میخوام انتخاب کنم برای این صحنه چون میخوام از نورهای محیطی استفاده کنم، نمیخوام خیلی نور زیادی از بازشوهام و گشودگی هام بیاد داخل، میخوام فضا یک مقدار تاریک تر باشه. اساسا ما زمانی نورهای مصنوعیمون رو روشن میکنیم فرقی نداره شب یا روز باشه، زمانی که نور به اندازه کافی نباشه. دقت کنید ما در واقعیت هم مثلا برای اتاق خوابمون، برای پذیرایی، برای حال، برای فضایی که گشودگیش کوچیکه، یعنی پنجره کوچیکی داره، نورگیر کوچیکی داره، یا اینکه نور به اندازه کافی نمیاد تا اون روشنش کنه، یعنی که این فضا انقدر بزرگ هست که نوری که وارد میشه کافی نیستش، نیاز داریم نورهای مصنوعی رو روشن کنیم. این تو واقعیت هم به همین صورته، اینجا هم دقیقاً به همین صورته. با اینکه ما اینجا گشودگی های خیلی بزرگی داریم، پنجره های خیلی بزرگی داریم برای فضامون، ولی بازم نور به اندازه کافی میتونیم نورش رو به اندازه کافی بگیریم از پنجره، ولی چون من تو این فصل میخوام نور مصنوعی براتون روشن کنم و ببینید، میخوام HDRI انتخاب کنم که خیلی نور شارپ و قوی نشه باشه، یه حالت ابری، یه فضای ابری باشه که ما نیاز داریم توش برقا رو روشن کنیم، نورهای مصنوعی رو روشن کنیم. این برقا روشن کردن مثل اتفاقی تو واقعیت میفته. وقتی ما یه روز ابری رو داریم، عصر ابری، صبح ابری رو داریم، اتاقمون به اندازه کافی روشن نیست، ولی از پنجره و در یا از اون گشودگی که داریم نور وارد میشه. خب من صبر میکنم اتو سیو رو بگیره. این فایل فکر میکنم حدود 2 گیگه حجمش. یک مقدار این اتو سیو ها ممکنه اذیتمون کنه در طول ضبط. خب من نور دامو گذاشتم، HDRI هم بهش نسبت میدم. HDRI که بهش میخوام استفاده کنم HDRI که توی نورپردازی فصل
چهارم از اون استفاده کردیم. یک HDRI فاز ابری یا فاز عصریه که خیلی سان قوی نداره. من اون HDRI قبلا اینجا ادش کردم. خب صبر میکنیم تا متریال ادیتورمون باز شه. خب اینا که نیست، اینجا هم که نیست. فکر میکنم من یه بار متریال ادیتور ریست کرده بودم که یه سری متریال جدید بسازم در حین ضبط. اون HDRI الان نداریمش. ببین نره، من اون HDRI دوباره ادش میکنم. میام اینجا ویری HDRI. خب HDRI که تو فصل قبلی استفاده کرده بودیم HDRI مانتین بودش. من ثبت میکنم تا چون HDRI سنگینی پریویوش ساخته بشه اینجا بهتون نشون بدم و دقت کنید. یک مقدار من اینجا اول اکسپوژر رو زیاد کنم. خب دقت کنید یک HDRI فضای ابری سان قوی نره و فضا کلا روشنه. خب من دوباره برش میگردونم به 0 و از اینجا اوپن میکنم اینو. خب اینجا اندازه رزولوشن تکسچر میذارم رو 1024. اینو خیلی زیاد نکنید، ارتباط مستقیم داره با قسمت لایت کشتون. اگه اینو خیلی زیاد کنید لایت کشتون اون قسمت محاسبش خیلی ممکنه سنگین بشه براتون و تعجب کنید که چرا هنگ کرده و سیستم شروع به ساخت لایت کش نمیکنه. اینو خیلی زیادش نکنید. خب من دکمه امو میزنم تا متریال ادیتور باز شه دوباره. خب اینو اینستنسش میکنم اینجا. اوکی. خب من میرم توی یکی از کامراها تا تست بگیریم و نورش رو ببینیم چجوریه. خب من یه سری از این اجسام و اشیای سنگینم رو هاید میکنم که فرآیند رندرمون هم سریعتر انجام بشه. خب من اینا رو هاید میکنم. خب این دوربین رو میخوام تست بگیرم، بقیه میزا رو هاید میکنم. خب من میخوام کادرم رو عوض کنم به کادر رندر این صحنه. ببینم. خب این دوربینی نیست که ما نیازش داریم. فکر میکنم این دوربین باشه. بله. خب چراغ ها و میز ها و چیزهایی که توی رندرتون نیستش میتونید هاید کنید. اینایی که روی رندر تاثیر مستقیمی ندارن. خب ممکنه گاهی اوقات بعضی از اجسام توی رفلکشن های شما دیده بشن که باید بذارید اون اجسام باشن که توی رفلکشن دیده بشن. کدوم این دوربین بود؟ یه سری لایت هم من اینجا دارم. اینو خب اینجاست گروپ کلوز. میتونیم همه اینا رو گروپ بندی کنیم که موقعی که تو رندر تو کادر ما نیستن دیده نمیشن.
هایدشون کنیم. خب کامرای ما این بود. من میرم تو کامرا، شیفت اف همو میزنم که کادر دوربینم رو ببینم. خب فریم بافر رو باز میکنم، حالت آی آر رو روشن میکنم، ثبت میکنم چون اولش یک مقدار طول میکشه این حالت آی آر فعال بشه. بعد در مورد شدت نور دام با هم دیگه صحبت میکنیم. خب دقت کنید حالت آی آر فعال شد، مشخصه که نور ما کمه و یه مقدار اتمسفر ما سرده. خب ما چند تا راه حل داریم برای اینا، ولی خب به ترتیب باید پیش بریم. مرحله اول اینه که اول ما لایت پورتالمون رو پشت پنجره‌مون بکشیم. من پی رو میزنم، میرم تو حالت پرسپکتیو. خب اینجا آی آر رو قطع میکنم. خب صبر میکنیم تا قطع بشه. من کارهایی که لازم داریم رو انجام میدم. خب اول باید لایت پورتالامون رو بکشیم. من لایت پورتال ها رو شروع میکنم به کشیدن. خب ببینم درست کشیده شد یا نه. نه، ما از این کنج میخوایم بکشیم. خب خوبه. من یک مقدار بزرگترش میکنم، خیلی کم. خب از همین کپی میگیرم برای پشت بقیه پنجره. اسنپ رو خاموش کنید حتما. اینستنس 3 تا فکر میکنم کفایت کنه. 4 تا نیاز داشتیم. خب من یکی کپی میگیرم ازش. صحنه ما یک مقدار سنگینه، منم در حال ضبطم، گرافیک یه مقدار اذیت میکنه. خب این لایت پورتالا حالا ما نیاز داریم که بر طبق درسای گذاشتمون از این لایت هایی که یه دونه کپی بگیریم جلوتر از خودشون. خب خیلی نمیخواد جلوتر ببرید. اوکی. خیر اینا رو کپی بگیر از اون. الان اینا نسبت به هم اینستنسن ولی نسبت به اینا کپی هن. خب من میام تو قسمت آپشن، برای اینا تیک اسکایلایت پورتال رو میزنم، برای اینا عدد 200 رو میذارم. خب ما یه سری گشودگی هم این طرف داریم، باید براشون لایت پورتال لایت رو بذاریم. خب این پلینا که خب پلینایی که تصویره دیگه توضیح نمیدم براتون، توشون تصویر گذاشتم، اینا رو بلدید، چندین بار با هم انجام دادیم. هایدشون میکنم الان. خب ویری لایت، اوکی. آپشن اسکای پورتال، یه کپی ازش میگیرم، کپی 200.
خب اینجا هم پنجره داریم، ویری لایت، اتوگریت حتما روشن باشه. من میام اینجا حدودا روی این پنجره اینو میکشمش. خب اسکای پورتال، کپی ازش میگیرم. اینو دیگه خیلی زیادش نکنید، من فکر میکنم بین 50 تا 60 مناسب باشه برای این. فعلا رو همین 30 باشه و تست بگیم، چون این توی یه فرو رفتگی هستش و اونقدی نور توی این ایجاد نمیشه که بخواد مثل این لایت هایی که کاملا با فضای بیرون در ارتباطن نور از خودش متساعد کنه. خب یک اسکای پورتال هم برای ورودیمون میکشیم فقط. خب ویری لایت، اتوگرید، اسنپ، دوباره خب خوبه. این صحنه خیلی صحنه سنگینی، هر لحظه ممکنه کرش کنه فایل. خب الان بهتره. برمیگردم تو کامرام. خب مجددا تست میگیریم. من تست رندر میگیرم روی حالت پروگرسیو تا هم سریعتر ببینیم رندر رو، همین که با جزئیات بیشتری ببینیم. خب میام تو وی ری، اینو میزنمش روی حالت پروگرسیو 0 1 خوبه ایناش. خب اینم میذارمش روی 900. یه چیزی رو چک نکردیم، جی آی فکر میکنم عدد بالایی داشته باشه برای لایت کش، باید اون عدد بیاریمش پایین، چون تنظیماتی که روی این هست تنظیماتی که من باش رندرهای نهاییمو گرفتم. الان یک مقدار این عدد بالایی برای تست رندر و لایت کشمون خیلی طولانی میشه، زمان زیادی از همون میگیره. خب من کنسل کردم رندر رو، محض محکم کاری یه کنترل اس هم میزنم، چون فایل میدونم که ممکنه کرش کنه. اگه دقت کنید اسم فایلم الان اوتو بکاپ یه بار کرش کرده موقعی که من داشتم رندر میگرفتم، برای همین میترسم که دوباره وسط آموزش کرش کنه و مجبورشیم دوباره کار رو از اول انجام بدیم. خب من میرم تو بخش جی آی، لایت کش، میزنمش رو 500. خب اینا خوبه. اینجا هم همه چیز خوب به نظر میاد. خب پس ما تا اینجا HDRI مون رو گذاشتیم، لایت پلینای پشت شیشمون که داریم و اون پلین های تصویر اونم که داریم. فقط باید اندازه نور رو برای این رندر تنظیم کنیم. تو این فضا فرض بر اینه که نورها تامین کننده نور کافی برای کل فضا نیستن و ما نیاز داریم که بقیه لوسترها و بقیه محیط چیزای نوریمون مثل چراغ‌های سقفیمون، مثل آباژورامون و اگه چیزهای دیگه توی صحنه داشته باشیم باید اینا رو روشن کنیم. در مورد روشن کردن چیزای آبجکت های مختلف با توجه به اینکه چه آبجکتیه باید سعی کنید خود اون
نور رو براش شبیه سازی کنید. گاهی اوقات نیازه که ما برای یک آبجکت یک لایتی رو برای روشن کردن خود آبجکت بزنیم، یک لایتی رو برای نور پردازی کردن محیط اطرافمون، چون لایت ها شکل‌های مختلفی دارن. بعضی از لایت ها برای نور پردازی مناسب نیستن، مثلا مش لایت. شما نمیتونید اگه زیادش کنید خیلی اونو تو محیط اون آبجکت سوختگی ایجاد میکنه و فقط محیط اطراف رو روشن میکنه. شما نیاز دارید که مثلا یک آباژور برای اینکه اون یک لایت، یک لامپ، برای اینکه اون سیمی که داخلش روشنه رو شبیه سازی کنید یک مش لایت داشته باشید، و برای اینکه نور حجم نور اون رو شبیه سازی کنید یک مثلا اسفیر لایت بذارید. یا مثلا میگم برای یک هالوژن گاهی اوقات نیازه که برای هالوژن برای نورش یک مثلا دیسک لایت داشته باشید و برای روشن کردن داخل خود هالوژن یک مثلا اسفیر لایت یا لایت MTL. یا مثلا برای ایجاد شیپ و شکلش یه آیس بذارید و برای حجم نورش یک مثلا اسفیر لایت یا دیسک لایت. باید امتحان کنید اینو بس تجربه، بر اساس اون کاری که دارید انجام میدید، بر اساس محیطتون ممکنه آیتم های مختلفی داشته باشید برای استفاده کردن. خب رندر ما هم شروع شد، صبر میکنیم تا لایت کشمون ساخته بشه. خب یه مشکلی داریم، این لایت ها رو من اینویزیبل نکردم. خب باید اینویزیبلشون کنیم. اینجاست آپشن اینویزیبل، چون اگه اینویزیبل نباشه دقت کنید لایتتون اگه اینویزیبل نباشه نور بیرونی رو اجازه نمیده بیاد داخل، فقط نوری که خودش تولید میکنه رو شما میتونید ببینید. برای اینکه اون نور هم ببینید باید این لایت اینویزیبل بشه. میتونید اگه افکت رفلکشنش مزاحمتونه تیکشو بردارید، نباشه ما باید تست بگیریم ببینیم این قسمت اگه سوختگی زیادی ایجاد میکنه تیک افکت رفلکشن رو برداریم. خب من مجددا دکمه رندر رو میزنم ببینم که نورم به چه صورته. این لایتی که ما میکشیم پشت پنجره بخش اعظم کنتراست وایت بالانس صحنه رو در نظر میگیره. صدایی که شنیدید صدای رعد و برق و بارونیه که داره بیرون میاد. یه لحظه منم ترسیدم شدید. کنترل وایت بالانس صحنمون، میزان سفیدی صحنمون که خیلی صحنه گرم یا سرد نشه، چون HDR طبیعی آسمون داره نورش ممکنه باعث بشه که صحنه ما یه مقدار سردتر یا گرمتر بشه بستگی به خود HDR، ولی این لایت ها میان اونو کنترل میکنن و نور سفید رو غالب میکنن توی صحنه ما. خب ما یه مشکلی داریم، HDR رو نمیبینیم توی صحنمون. باید ببینیم که این مشکل از کجاست. خب اینویزیبل که درسته، من ببینم این لایت ها اوکی هن. اسکای پورتال هامون هم اوکی هن. خب من سامپلینگ این هم همین زیاد کنم که یادم نره چون باعث نویز میشن. خب میریم توی دام HDR اینجا من میزنم شد 256. خب من برای اینکه ببینم حدودا HDR هم کجاست، الان داره چه تصویری پشت پنجره نشون میده، اینو کپیش میکنم اینجا به صورت اینستنس. خب آلتو بیو میزنم، یوز انوایرمنت بک‌گراند میکنم، میخوام HDR رو تو بک‌گراند کارم ببینم که ببینم الان چه تصویری کدوم قسمت از HDR توی تصویر ما قرار گرفته. خب یه نکته هست، ما سقف رو هایت کردیم بعد سقف رو برش کردیم، الان اگر نورمون اشتباه اصلا در میاد.
خب من میخوام برم تو این دوربین. خب تصویری که پشت شیشه هست شبیه اتفاقیه که اینجا هست یا نه؟ شبیه. من فکر میکنم به خاطر اینکه تصویرمون این شکلیه ما اینجا داریم اینو میبریم. اینجا باید بودن کوه و اینا رو ببینیم ما. خب من یه کنترل A میکنم. ببینم مثلا HDRI تو کامera دیده میشه یا نه. اینا لایت هایی که توی اون آباژور بالای میز بوده. خب نکته که از این HDRI خیلی کم نوره. اینجا مشخصه که الان HDRI تاریکیه. من شدتش زیاد میکنم، میذارم رو 20. رو 30 امتحان میکنم. 40 فکر میکنم عدد مناسبی باشه با توجه به اینکه اینجا الان دیگه تقریبا داره وایت واش میشه، سفید میشه آسمونمون. خب استوب آن هاید آل. خب من اجازه میدم تست رندر بگیره از این صحنه، ببینیم که آیا عدد 40 برای HDRI مون مناسب هست یا نه. خب ساخت و محاسبات قسمت اول کار یک مقدار طول میکشه چون تعداد آبجکت همون زیاده. من فیلم رو یک مقدار یا میزنم جلو، شما سرعتی میبینید کار، سرعت فیلم رو زیاد میکنم، یا اینکه متوقف میکنم و شما بعد از اینکه رندر شروع شده و داره انجام میشه میبینید. خب مشخصه که نور ما زیاده. بعد بررسی کنیم دلیلش چیه. من برای مرحله اول قسمت اکسپوژر کنترلم رو نگاه میکنم ببینم که چون من با توجه به هر رندر این قسمت تون مپینگ یه مقدار تغییر میکنه، از این قسمت اول کنترل میکنم ببینم که شدت نورها برای این قسمت یا برای خود نور هاست. من اینو به حالت 1 برمیگردم، رو ریستش میکنم. خب دقت کنید وقتی ریست میکنیم چقدر شرایط تغییر میکنه. خب من فکر میکنم اینجا بودن برای این رندر مناسب باشه. خب وایت بالانس اون خیلی سرد کرده بودیم، نمیدونم برای چی. من تو رندرها بعضی موقع در حین رندر تست میگیرم ببینم که با وایت بالانس سردتر، با نور بیشتر، با کنتراست کمتر چطوری میشه. برای همین تنظیمات اینجا میمونه، ولی موقع سیو رندر همیشه من یک حالت متعادلی رو سیو میکنم، خیلی با کنتراست یا سردتر یا خیلی گرمتر سیو نمیکنم رندر رو. خب الان نور مناسبیه برای این صحنه. با همین سادگی میتونیم این صحنه رو نور پردازی کنیم. به نظر من الان نورش خوبه، شاید اگه یک مقدار اینجا رو من کمتر کنم بهتر باشه. بقیه اتفاقات اگه یک مقداری بخوایم نورمون رو کم و زیاد کنیم توی فتوشاپ قابل انجامه.
نکته بعدی در مورد این فضا نورپردازی های مصنوعیشه. خب من از این آباژور از این لوستر شروع میکنم. دقت کنید در مورد این لوستر من یک تعدادی لایت توی حبابای نگاشتم. من اینو اوپنش میکنم. خب اینو میذارمش رو حالت لایت. همه لایتاشو پاک میکنم. خب برای اینکه برای اینجور اجسام نورپردازی داشته باشیم کافیه اجسامی که تعداد لایت زیادی دارن کافیه که خب برای یک حبابش اون نور رو بذاریم و بعد برای بقیه کپی کنیم. خب اینجا تا اینجا چیز مشکل خاصی نداره، ولی نکته که در مورد این جور لایت ها هستش، مثلا این لایت هایی که جنس بدنشون محوه و نور رو پخش میکنه خودش، وقتی شما توی فضایی که خودش نور داره از اون استفاده میکنید بهتره که دو تا کار انجام بدید. یا اینکه اینا رو خیلی پرنور کنید که خودش بدرخشه بتونه روش لایت افکت ایجاد بشه، یا اینکه اینا یه حالت کم نوری باشن. من برای این لایت، برای این آباژور میخوام آباژور، برای این لوستر میام از کم نور استفاده میکنم، چون دقیقاً خودش جلوی نوره نمیخوام دیگه اینم پرنور باشه از پشتم نور بیاد دیده نمیشه خیلی. برای این لوستر میام از حالت کم نور استفاده میکنم که فقط یک حباب روشنی باشه. برای لوستری که بالای کانترم هست میام از حالت پرنور استفاده میکنم، چون اونجا عملا خودش هم تاریکه و نیاز به نور زیادی داره. خب من شروع میکنم لایت هم میذارم. برای این میام ویری لایت، یک لایت اتوگرید روشن باشه، میام یک لایت برای این میکشم. خب ببینم کجا این چه رفت اینجا. آها اینو ما گذاشتیمش رو حالت آل، رو حالت لایت، فقط رو لایت ها گرید انجام میشه. میام اینجا یک لایت کوچیک میکشم، میذارمش رو حالت اسفیر. خب مشخصا خود این لایت یک لایت گردیه، پس خب نوری هم که قرار پخش کنه باید یک صورت گرد باشه. خب اینو میذارمش داخل اینجا. خب من ببینم که تو یکی از این کامراها برم ببینم تنظیماتش چیه. صد. خب احساس میکنم گم شدیم تو فضا. خب میام اینجا یک کامرا میذارم، یک سکند 100 اینستال 100. خب میام یک مقدار زوم میکنم روی این حباب. میخوام فقط این حباب اول این لایت رو برای یه حبابش کاملا دقیق درست کنم، بعد برای بقیه لایت هم کپی کنم. خب میام فریم بافر اینجا تیک آی آر رو میزنم که گزینه آی آر رو فعال میکنم تا رندرم به صورت آی آر باشه تا بتونم همزمان نورم رو کم و زیاد کنم. خب اینجا خوبه. من ریژن رندرم فعال کنم دقیقا روی لایت. خب دقت کنید اصلا نورش دیده نمیشه، فقط یه حباب سفید داریم که این سفیدی هم به خاطر نور محیط اطرافه. من اول از همه رنگش رو یک مقدار گرم میکنم. میتونم از کالر استفاده کنم، میتونم تمپرچر استفاده کنم، فرقی نداره. من این دفعه از کالر استفاده میکنم.
خب دیوایدش رو زیاد کنم، عددش هم میبرم بالا. و این لایت های کوچیک خیلی نور کمی دارن، مخصوصا که خود این جنس جداره اینم متریال تو سایت MTL، خیلی نور رو قرار نیست از خودش عبور بده. خب ببینید این حباب روشن شد، فقط چون ما تو محیط اطرافمون نور زیاد داریم الان یک مقدار داره تاریک دیده میشه، یک مقدار داره خیلی پرنور دیده میشه. من این از حالت ایزوله خارجش میکنم. خب من چون حالت اینتراکتیو فعال بود و همزمان از حالت ایزوله خارج کردم، شروع کرد به صحنه رندر کردن که یک مقدار هنگ کرد. من ضبط رو متوقف کردم. خب الان باید بریم تو چه دوربینی هستیم. و اینکه از صحنه، خب تو صحنه ما الان همه چیز دیده میشه، ایرادی نداره. من این دوربین رو انتخاب میکنم، فکر کنم آخرین دوربین میشه. خب خوبه. من سقف و کف و این لایت رو ایزوله میکنم که از لحاظ زمان رندر خیلی اذیت نشیم. خب حالا میتونیم با توی محیطمون رو ببینیم به چه صورته. خب دقت کنید به عنوان یک لایت روشن توی یک روز آفتابی، کاملا توی یک روزی که روشن هوا، آفتابی که نیست اینجا، کاملا طبیعیه که خب ما نور رو روی لایتمون داریم، در عین حال روشن بودن خود لایت هم داریم حس میکنیم. هیچ قسمتی، هیچ کنه از پیکسلامون دچار سوختگی سفیدی نشدن. نور زرد لایتمون رو حس میکنیم و نور سفید محیطیمون هم داریم. خب من استاپ میکنم رندرمو. از این لایت برای بقیه حبابا کپی میگیرم. بقیه لایت ها خب از این لایت کپی شدن. خب استاپ رندر رو من میزنم، میام این لایت رو انتخاب میکنم، پرسپکتیو به اضافه میام رو حالت آر، دوتا رو ایزوله میکنم. خب لایتمون تو کدوم حباب بود؟ اینجاست. خب من ضبط رو متوقف میکنم. برای بقیه این شاخه ها چون میخوام کپی کنم، فرآیند تکراری و خسته کننده، خب چیز خاصی هم نداره برای دیدن. من ضبط رو متوقف میکنم. شما در نهایت بعد از اینکه همه اینا رو کپی کردم دوباره فیلم رو پلی میکنم تا شما بتونید ببینید. خب این تقریبا تمومه. یک دونه لایت دیگه اینجا من بذارم تموم میشه. دقت کنید همه کپیاتون اینستنس باشه که حبابا مثل هم باشن. میتونید خلاقیت به خرج بدید، بعضیاشو خاموش کنید که سوخته، یا اصلا برای بعضیاش مثلا حبابشو باز کنید سرپیچ نداشته باشه. میتونه اینا یه سریاش بزرگتر بشه، کوچیک‌تر بشه، شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه، بستگی به خلاقیت خودتون داره. میتونید خیلی کارهای دیگه براش انجام بدید. خب این کپی ها همه تمام شد. دقت کنید نکته‌ای که در مورد این لایت ها هستش، گذاشتن این لایت و شدت و رنگش نیست. اینا رو تقریبا میتونید با چند تا تست رندر به دست بیارید. نکته‌ای که هستش اون میزان سفیدی، اون میزان نور، اون میزان پرتویی که قرار از این ساطع بشه با توجه به محیطی که قرار توش قرار بگیره. من یک مثال براتون بزنم تا این موضوع خیلی براتون واضح بشه. شما چراغ خودروی خودتون، چراغ ماشین خودتون رو فرض کنید. اون چراغ وقتی توی روز روشن می‌کنید چقدر از نورش می‌بینید. راحت میتونید شما به اون چراغ نگاه کنید و می‌بینید که اصلا چشتون رو اذیت نمی‌کنه، پرنوری نداره.
ولی همون چراغ رو شما توی شب فرض کنید اصلا نمیشه بهش نگاه کرد، چون نور خیلی زیاده. این اتفاق در واقع به خاطر تغییر اندازه مردمک چشم ماست که ما مردمک چشممون توی شب گشادتره. این دقیقاً اتفاقی که توی دوربین عکاسی هم میفته. شما وقتی که دارین از یک فضای رو به نور عکاسی میکنید، خب اف نامبرتون، اپچرتون یک مقدار بسته تره برای اینکه نور کمتری بیاد و باعث میشه که این لایت ها خب دیگه مثل اون فضایی که شب یا تاریکه اونجوری پرنور نشه، روش لایت افکت نداشته باشیم، گلر نداشته باشه، فقط یک حباب حدودا روشن با یک رنگ زرد ببینیم. ولی اگه همون لایت توی فضای تاریک‌تر یا یک فضایی که پشتش اونجوری نور نداره عکاسی بشه یا رندر بشه، خب باید طبیعتا ما نور بیشتری رو ببینیم، لایت ها سفیدتر میشن و پرنورتر. برای همین ما اینجا این لایتی که پشت به نوره و پشتش دقیقا اون پنجره های بزرگ رو داریم، ما یک مقدار کم نورتر تنظیمش کردیم، فقط حبابش رو یک مقدار روشن و طلایی میکنه، زرد میکنه. ولی چراغای دیگه همون اون لوسترهایی که بالای کانتره رو کاملا پر نور تنظیمشون میکنیم تا کاملا فضا رو، هم فضا رو میخوایم روشن کنه، همین که میخوایم خودش مشخص باشه کاملا نور روشنه و داره نور رو تامین میکنه. خب من اجازه میدم اتو سیو گرفته شه. خب من اینو از ایزوله خارج میکنم، میام تو کامرایی که میخواستم ازش رندر بگیرم. خب کدوم کامرا بود؟ این بود. میذارمش رو حالت کامرا. خب خوبه. اوکی، من رندر ستاپم رو تغییر میدم به همون حالت باکت، سریعتر انجام میشه کار. 1/10 64 که سرعت رندرمون بیشتر بشه. خب اینم میتونم بیشترش کنم، بزنم تو 16. خب درسته، کامان. اوکی. خب من میخوام رندر رو متوقف کنم چون چند تا مشکل دارم که باید اینا رو برطرف کنیم. اول اینکه هایلایتی که روی زمین در اثر لایت ما داره ایجاد میشه خیلی زیاده. همینطور لبه صندلی ها اینجا هم میتونید ببینید که هایلایت زیادی داریم. یک مقدار بعد لایت بره عقب‌تر. این روی این پروفیل ها نمیخوام خیلی نور ایجاد شه. البته بودنش هم خوبه، طبیعیه، میتونیم برش هم داریم، فرق زیاد نمیکنه. من اول مقدار شدت نورم رو کم میکنم یا اینکه افکت اسپکیولرش رو کم میکنم که روی اینجاها خیلی ما هایلایت نداشته باشیم. اینجاها میتونید ببینید که خیلی هایلایت همون زیاد شده. خب من رندر رو متوقف میکنم. نکته‌ای که در مورد این لایت ها هست، من بتونم زوم کنم. نکته‌ای که در مورد این لایت هست دقت کنید، الان این لایت کاملا تداعی کننده یک لایت روشن توی یک فضای روزه. دقت کنید ما نسبت به نوری که توی بک‌گراندش داریم، نور لایت نور طبیعیه، نور زیادی نیست. اگه شما این لایت رو زیادش کنید یا اینکه رنگش متناسب فضا نباشه، اینجا این لایت هم سفید میشه و باعث میشه که طبیعی دیده نشه، خیلی باعث میشه که هم رنگ بک‌گراندش بشه و نشه جداش کرد به عنوان یک لایت، به عنوان یک لایتی که نور زرد داره منتشر میکنه. خب من این لایت ها رو انتخاب میکنم. افکت رفلکشنش فکر کنم برداریم اوکی بشه، چون تصویر این لایت رو ما داریم میبینیم توی اجسام مختلف. تست میگیریم، اگه اوکی نبود افکت اسپکیولرش هم کم میکنیم.
خب من افکت رفلکشن رو که برداشتم میبینید که بخش عمده از مشکل حل شد. انقدر حل شد که نیاز داریم یه مقدار افکت اسپکیولرمون رو زیاد کنیم تا دوباره اینجاها یک مقداری هایلایت داشته باشیم. الان خیلی سطحمون صاف و یک نواخت شده. خب من میام تو قسمت افکت اسپکیولار، میام اینجا اینو میذارمش روی 3 یا 5 ببینیم که به چه صورته. خب همین تیکر فکر کنم رندر بگیره خوب باشه. خب مشخصه که 5 خیلی عدد زیادیه برای این و باید کمترش کنیم. خب این اریک هم خب صبر میکنم تا رندر متوقف بشه. خب 5 میکنمش 2. مجدد تست میگیرم از این تیکه. خب 2 عدد مناسبیه برای ما. اینجا اسپکیولارهای خوبی داریم، اینجا داریم، این لبه ها داریم، به اندازه کافی هست. یک مقدارم با المنت اسپکیولار میتونیم بعدا توی فتوشاپ اینا رو زیاد کنیم، حتما نباید همش اینجا ایجاد بشه. خب ما الان نور این لایت هامون رو داریم. میتونیم این لایت هامون رو کم نورتر یا پر نورتر کنیم بسته به سلیقه خودتون. من توی تستی که براتون گوشم قبلا کم نورتر رندرش کردم. الان فکر می‌کنم این شاید جذاب‌تر باشه، مخصوصا در رزولوشن بالا. الان ما رزولوشن پایینی داریم، اینجا خب یک مقدار دیتیل موقع رزولوشن بره بالا بیشتر میشه. خب الان ما نمی‌خوایم خیلی اینو با رزولوشن بالا رندر کنیم، چون که قبلا این کارو کردیم و رندرش رو دارم من، براتون هم گذاشتم و شما دیدین. خب